روزانه هزاران متعلم دختر و پسر جهت کسب تعلیم به مکاتب می روند، ولی از جمله آن همه متعلمین تعداد اندکی از استعداد عالی برخوردارند. یکی از متعلمین با استعداد مهدیه یوسفزی دختری است که متعلم صنف دهم یکی از لیسه های نسوان در شهر کابل می باشد. وی توانسته است تا چندین آله را اختراع نماید و خود را کاندید اخذ جایزه منطقوی سارک کند. مهدیه در رابطه به انگیزه اش جهت اختراع سامانالات به رادیو آزادی گفت وضعیت فعلی زنان در افغانستان سبب شده تا وی زیادتر کار و فکر نماید تا الگوی باشد برای سایرین. چون خانم‌های افغان و دخترای افغان زیادتر میگفتن که ما نمیتونیم، یعنی و همچنان ضرورتایی را که ما در افغانستان حس کردم و هم باعث شد که ما یعنی یک چیز داشته باشم، ابتکار داشته باشم و خودم بسازم و همچنان به دیگه دخترها بفهمانم که ما میتونیم که خودمون چیزایی را بسازیم که تمام جهان در کوشش ساختن از اوست. اختراع دستگاه تغییر زباله به کود کیمیاوی، ساخت ادویه برای درد مفاصل، ساخت دستگاه تولیدی برق و ساخت یک وسیله متحرک مواردی هستند که خانم مهدیه موفق گردیده تا فکرش را در عمل پیاده نماید. در این حال پدر مهدیه که یک تکثیران می باشد در صحبت با رادیو آزادی گفت احساس خوشی میکنیم، افتخار میکنیم، چون اینا از هر پدر مادر تقاضا و پیشنهاد ما همی است که بالای فرزندان خود کوشش بکنن و دای درس و تعلیم دختر و بچه ندارن. مهدیه 16 سال دارد و فرزند نخست خانواده می باشد. وی دارای استعداد عالی بوده و بسیار مهربان است. در کنار خانواده مهدیه که مشوق اصلی وی می باشند، نهاد آغوش گرم برای اطفال نیز در این عرصه از وی حمایت می نماید. نجیب امیری مسئول این نهاد می گوید تا حال توانستند که زمینه خوبی را برای اختراعات وی مهیا سازند و این روند را ادامه خواهند داد تا وی بتواند به کارش ادامه بدهد. در این حال کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان میگوید که آنها چنین متعلمین را مورد حمایت قرار میدهند. موږ ویاړو که چیرې سیمه‌ایز رقابتونه وي، که چیرې نړیوال رقابتونه وي، که چیرې ملي رقابتونه وي چې زموږ زده کوونکي ښه پکې وځلیږي. همدارنګه زموږ نور زده کوونکي چې د هېواد نه بهر یا دننه لاسته راوړنې لري هغوی ته تقدیرنامې مډالونه او پروګرامونه نیسو. د دوی لپاره موږ د ښو پایلو هیله لرو او څومره هم چې د معارف لخوا د اصولو له مخې او زموږ د امکاناتو په حد کې د ملاتړ اړتیا وي، موږ ملاتړ کوو. رقابت‌های آموزشی سازمان سارک میان متعلمین از کشورهای جنوب آسیا برگزار می شود. این سازمان پس از انتخاب بهترین متعلم وی را در همان بخش حمایت می کند تا متعلم مذکور پروژه کاری خود را انکشاف بدهد. مهدیه می گوید و آرزو دارد که یک روز تمام دختران افغان بتوانند یک کار مثبت انجام داده و نام افغانستان را در جهان روشن بسازند. آرزوی ما است که بتونن یعنی خود دخترها هم کوشش کنن و بتونن یک روز جای برسیم که یعنی یک دختر افغان بتونه تمام دنیا را تغییر بده و مشکلاتی که فعلا میبینیم حداقل بتونه یکی از اینا را حل بکنه. مهدیه یوسفی می تواند یک الگوی خوب برای هم نسل هایش باشد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.